بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من میتوانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگر تان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیلی ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگر تان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین، بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران دارم اونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. حکایه میکنه هارون رشید پیشش 2 کنیزک آوردن برای فروختن. یکیش دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مابانیا بچه داشته. خوب پادشاه هر دو شدید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو شدید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خدا دختر گیره، فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنه من زن گرفتم، از رفتن چطور زن گرفتی؟ گفت که یا بیوه گرفتم، رنگ این دادر بارید. گفتن چون دختر نگرفتی؟ آخه دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتگی، شوخی هم نمیفرش دیگه. اوی حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگی، فقط مشورت دادستم، اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن درد سری ما شدن. پس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا لیکن بیوه خیر، خیلیش دختر نغزه لیکن خوشرو نه. که با او بیوه فهمید، گفت که تقصیر آخه بین من و بین این یه شبه. گفت یا شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتی